سلام خدمت دوستان عزیز، حال شما، احوال شما خوب هستین انشالله. خیلی خیلی به این بلاگ خوش اومدید. همیشه تو منزل بودیم ولی امروز نه دیگه، بیرون از منزلیم و یک سفر کاری و سیاحتی و زیارتی برام پیش اومده که یک روزم بیشتر نیستش. گفتم یک بلاگ بگیرم و تو این بلاگ با ما همراه باشیم. حالا بریم ببینیم که کجا میریم و انشالله چی میگذره. لطفا با ما همراه باشید. میرفتیم در واقع حالت یک مسافرت کوچولو. همزمان که میخواستیم بریم من برای توی راه یکم پفک و چیپس خریدم. چایی که داریم میخوریم یاد خاطر روز افتادم. حالا شوهرم و پسرم داشتم چیپس و پفک میخوردم پشت فرمون. از روبرو هم پلیس گرفته بودش با دوربین که نگاه میکردش. جالبه، نگرمون داشتن کنار چیز اشاره کردن ایستادن نگرمون داشتن. مأمور راهنمای رانندگی هم جواد آقا رو میشناختش. پیاده شدش وقتی رفتن میگه آقای بابایی شما داری پشت فرمان پفک میخوری؟ از کجا دیده بودم پفک رو؟ خیلی هم فاصله زیاد بود، یعنی دوربینا اینا خیلی دیدشون هم زیاده، متوجه شده بودن که داره پفک میخوره. الان هم چای میخوری حواست جمع باشه. باز دوباره یک جای دیگه ما رو نگه ندارن. گیر آشنا میفته. گیر آشنا میفته. خصوصا که دیگه تو راه چی بودش، حرکات مخاطره انگیز، ماشینایی که داشته باشن حرکات مخاطره انگیز گرفته بودن، توقیف کرده بودن. بعد یه دونه بنر هم روش زده بودن. حالا ما هم اینجوری نشیم. بعد آقایم جالب بودش کنار ماشینش داشت ماشینش هم تمیز می‌کردش. حالا حکایتی نشه ما رو بگیرن بابت یک استکان چایی به خاطر حرکات مخاطره انگیز بنر هم بچسبونن رو ماشین و ما هم کنارش بشیم دیگه، مشغول دستمال کشیدن ماشین بشیم. این هم از خاطره توی راهی که یک سال داشتیم. تو همین مسیر هم بودیم اتفاقا. من برم کانون وکلا یک کار کوچولی دارم برمیگردم. باش ما کاراتون انجام بیشتر شاید طول نکشه. ایراد نداره، کاراتون انجام بدین. ما هم منتظر شما خواهیم ماند. خسته شدیم. اومدشم کاراش انجام داد. خسته نباشی. فکر می‌کردم نزدیک یک ساعتی حتما کار داری. بیشتر زمان نمیده. تقریبا هدیه دادم. ببینم که هدیه سال نوی کانون. که اشی مشی روی بوم ما
روز نقاشی باز ترافیک. خسته شدی؟ من خیلی خسته شدم. آره از ترافیک خسته شدم. پالتونم تنمه دیگه در نیاوردم، گفتم باز دوباره باید بپوشم. آب و هوای خیلی گرمه مشهد. شهر من با مشهد با که خیلی به هم نزدیکن ولی چقدر تفاوت داره. سرد منطقه ما، اینجا گرم. یعنی منطقه ما ییلاقیه دیگه برای خیلی یعنی متفاوته با هم دیگه. واقعا سرد منطقه و به خاطر هم تحمل گرما رو ندارم. شهرم بزرگه، شهر من کوچیک، ترافیکش کم. البته ترافیکش کم هم نمیاره، جدیدن هم پر ترافیک شده. نه ترافیک نداره، ولی خب به اون صورت ترافیک نداره. اینجا ترافیکش واقعا وحشتناک، خسته کننده. خسته کننده است. از کی ما خیابون سعدیم اول خیابون آره سعدی. بورس دوربین و بعد لوازم الکترونیکی. آره دیگه لوازم صوتی و هر چی اینجا که بخواین توی خیابون سعدی پیدا میشه. کتاب و اینا هم هست. کتاب اینا هم آره. بورس بازی، کنسولای بازی مصطفی PS4 PS5 پاره پاشنده فهمید خیابون PS5 تو بشین بخواب. الان ممنوعی بعد PS5 و PS4 فعلا ممنوع. هرچی کتابی هم که مثلا بخوایم پیدا کنیم هم تو همین خیابون سعدی میاریم. بخصوص پاساژ مختب، الان دقیقا روبرو پاساژ مختب هم هستیم. ولی خب شلوغه دیگه، خیلی شلوغه. حالا هم به خاطر تعطیلات کتاب هم همه الکترونیکی شده. آره اونم هست. خب میدونی چیزی که علت شلوغش نمیخواستم بگم که چون نزدیک عیدم هستش بالاخره تاثیر داره دیگه، خرید و اینا. ولی هوا خیلی عالیه. آره هوا خیلی خوبه، این کاملا بهاریه. دارن شهرم تزیین میکنن اصلا. ولی خب یک سامانه بارشی رو اعلام کرده که فکر می‌کنم 7-8 ساعت دیگه وارد غرب کشور میشه. تا برسه این ورا فکر می‌کنم نزدیک 24 ساعت دیگه باشه. احتمال داره 24 ساعت دیگه بارندگی داشته باشه. کم داریم نزدیک میشیم. چقدر دلم تنگ شده به الان واقعا. از کی نرفتیم؟ از کی کنم 3 ماه پیش داره؟ تقریبا 3 ماه. من رفتیم. یک 10 روز قبل آزمون من بودش. نه آره 10 روز قبل آزمون من بود دیگه. میشه من گنبدی میبرم. السلام علیکم. سلام علیکم علی موسیقی. علیکم سیدی السلام. این پارکینگ حرم. بریم تو پارکینگ. پارکینگ حرم. خیلی خوب ما رسیدیم حرم، الان تو پارکینگ هستیم. یک بریم وضو بگیریم و آماده بشیم تا انشالله توی حرم باز دوباره براتون فیلم میگیرم حتما. فعلا خب الان نزدیک زریحیم دیگه. کدوم صحنیم الان؟ صحنه نه اسم صحنه نمیدونم چیه، ولی خب الان میرم داخل دیگه. انشالله بریم همگیمون با هم. صحن جمهوری اسلامی. آره صحن جمهوری. بریم داخل و انشالله با هم دیگه زیارت کنیم تا ببینیم چی میشه. این هم گنبد طلا. السلام علیکم. جاتون خالی، واقعا جاتون خالی. یک حس حال خیلی خوبی داره. بریم با هم برای زیارت کردن. دوست داشتم صفای این صحنه رو با هم ببینیم. میزنم تا با هم دیگه کم کم نزدیک ظریف بشیم انشالله. این صفایی که میبینید اینجا هستن برای اینه که بتونی تکی تکی نزدیک ظریف بشین و بتونین راحت زیارت کنیم. مثل قدیم نیستش، حالا با صف و نظم میریم برای زیارت کردن. این صفه
که من تو صفایی نستادم. خیلی خوب. کم کم داریم نزدیک زریع میشیم. خودم که اینقدر دلتنگم که حتی اندازه نداره. ما حلوه ترانه در طلا اینم زریع هست. سلام علیکم. یک ساعت اون تو بودیم. موقعی هم که اومدی زنگ می‌خوردش، چون ساعت 2 شده بود. الان هم ساعت 3 شده، داره دوباره زنگ می‌خوره. نظر مامان حالا با نیستیم بیاد دیگه. ما وگرنه دوباره رفتیم هم بوسیدیم مال مامانشون اعتبالات من میگم سفیه مال اونا. زیارتون شما قبول بشه. شما پا به پای من زیارت. به خاطر این که ماه مبارک رمضانه دورشو بستن. بدایت بشن شما خسته نباشید.
خارج شدیم از پارکینگ حرم. کدوم سمت؟ این سمت اصلا فلش نزدن کلی خیلی این ور اون ور رفتیم. این زیرگذر حرم ها بچه ها. یکم آره زیرگذر حرمه. این گوشه های جواد آقا پارک کنیم یک لحظه. یک گوشه امن نگه چی؟ یک گوشه امن که خودت کنی مطمئنی نگه. این زیرگذر حرمه. ما خیلی خسته شدیم حدودا فکر کنم 4 ساعت تو حرم بودیم سرپا. حالا یک استراحت کوچیک کنم گفتم از زیرگذرم بهتون نشون بدم جای همگی خالی تا دوباره برم فعلا یک برگرد. این هم از خیابون‌های مشهد بوده. بازارهای اطراف مشهد در خیابون شیرازی است که همش زرشک و مثلا برای سوقات زعفرون و نبات و هل و آره پارسال بود ما اینجا کسب و کار کردیم. خیلی خیابونش خیلی نزدیک باغ نادری میشیم. خیلی دوست داشتیم این باغ نادری رو هم بریم ولی خب متاسفانه وقت نشد دیگه. خیلی خسته شدیم. فقط مجسمه نادری رو نشون بدید تصویر اسب طرف. آره اگه دیده بشه به قول آقای بابایی مجسمه نادرشاه با اسب و ترنزی میشه. دیگه سعی کردم حالا من باغ نادری که نزدیک حرم میگه تو خیابون شیرازی دیگه درسته؟ من که اطراف حرم ما هنوزم داریم در دنبال رستوران میگردیم. هیچ جا پیدا نکردیم برای غذا خوردن. الان شد ساعت تقریبا 6 بعد از ظهر. البته چند جا رستوران پیدا کردیم. ماه رمضونه و اجازه انگار اترامون تو اونجا رو نداره. فقط بیرون برداره. بشینی به غذا بخوری نداره. باید بیرون برد. بیرون برم که ببری باز بدتر دیگه تو ماشین که نمیشه خوردش. دیگه الان باز تو جاده ایم. حالا جالبیشه که رستوران داخل جاده هم همه بستن. عجیبه آمو سفره با چیکار کنن؟ چی گرد و غباری هم چیز شدش. در به در دنبال رستوران دیگه انشالله که کم مونده تا از اون دیگه چیزی نمونده از اون. بگن این کرکرها بره بالا حداقل ما بتونیم میگم انرژی بگیریم. از اون شده دیگه الان. من دیگه پیش از اون شده. دیگه هم قسمت کرکرهای رستوران پایین بودش. مشتری نداره حتما. هرچی هستش که خلاصه در به در دنبال رستورانیم. دعا کنین که ما پیدا کنیم. تو خدا به خدا پشتگی هلاک شدیم. بریم ببینیم چی میشه. بالاخره جوینده دارن از غذا رسیدن. مشغولم همین. منم برم شام بخورم تا بعد خب خدا رو شکر غذا که خوردن همه سیر شدن ساکت شدن. از همه مهمتر صدا از هیچکی بیرون نمیاد. قرقری دیگه بیش عنوان نیستش. ببخشید تا هی دستم هم تکون میخوره. خب خدایش تو ماشین اینجوری از دور گوشی رو نگه داشتن یکم سخت هم هست که من پایه روی دوربین رو داشبوردم ندارم. یکم از گاهی تا عادت کنم این بر میره دیگه. معذرت میخوام. دیگه الان داریم برمیگردیم. جاده هم نسبتاً شلوغه. تا 1 ساعت و نیم دیگه انشالله به امید خدا خونه هستیم تا ببینیم چی میشه. حالا باز رسیدیم داخل شهر براتون فیلم میدم. یه تو جاده هم بهتون نشون میدم چون شب خوشگلی همه کنار جاده هم پر مغازه است و چراغونی کردن و چراغا روشن خیلی خوشگلی. کلا من جاده تو شب خیلی دوست دارم. شما چه جاده آقا دوست داری جاده تو شب؟ اصلا جاده تو شب دوست داری یا روز دوست داری؟ شب. رانندگی تو شب بلندتر بود که صدا بیاد. رانندگی میگن تو شب رو بیشتر دوست دارم. تو شب رو بیشتر دوست دارم.
من خودم تو شب میترسم رانندگی کنم، ولی تو روز رو بیشتر ترجیح میدم از لحاظ ترس. ولی خب جاده شب رو بیشتر دوست دارم، ولی هم تو شب میترسم رانندگی کنم تو جاده. متاسفانه نمیدونم، یه ترس خاصی دارم. حالا بهتون جاده رو یک نشون میدم تا برسیم دیگه نه داخل شهر. باز تا باز با هم صحبت میکنیم. بالاخره رسیدیم. هیچ جا مثل شهر خود آدم نمیشه. خب بالاخره رسیدیم خونه. آخیش 10 ساعت پیش همین موقع رو افتادیم. همین موقع آره. خب بالاخره رسیدیم خونه. خوش گذشت آقا مصطفی؟ خوب بود. خسته شده خیلی. خسته شدیم یکم. آره خب یکم سفر نسبتا درست کوتاه بودش، ولی خب پرکار بود دیگه. چند جا همسرم رفت کار داشتش، بچه‌م رفتیم جاتون خالی یک دل سیر زیارت کردیم. جای شما خالی. همتونم دعا کردم. هر کسی که این ویدیو رو ببینه، همونطور که میدونین کانال من تازه شروع به کار کرده. خب اون صورت سابسکرایب ندارم و به صورت رندوم افراد میان تو ویدیوهای من رو میبینن. هر کسی که این ویدیو رو ببینه مطمئن باشین که آقا امام رضا طلبیدتش. حتما طلبیده، چون تو این زیارت شریک بوده و من به نیت تمام کسایی که این ویدیو رو نگاه کردن 2 رکعت نماز زیارت و 2 رکعت نماز حاجت براتون خوندم. انشاءالله که شما هم از این ویدیو و این ولاگ حالا نسبتا کوتاه و بلندمون طولانی خوشتون اومده باشه. از اینکه منو همراهی کردید، تو این ویدیو بودین، تا آخر تماشا کردید، ما رو خیلی ممنون و سپاسگزارم. شما هم میتونین با لایک کردن این ویدیو، کامنت گذاشتن، حتما برام کامنت بذارین. اگه واقعا این زیارت به دلتون چسبید حتما برام کامنت بذارین، چون واقعا از ته دل، چون من که شما رو نمیشناسم، میگم اکثر کسانی که کانال منو نگاه میکنن ویدیوهاشو رندوم از سوی چیز، چون من اون صورت کانالم سابسکرایب نداره. یعنی از ته دل با اینکه همدیگر نمیشناسیم واقعا براتون دعا کردم. حتما برام کامنت بذارین، خیلی خوشحال میشم، چون کامنت گذاشتن شما هم باعث میشه که یک ارتباطی بینمون برقرار بشه، شاید در آینده دوستای خیلی خوبی با هم دیگه بشیم و از همه مهمتر من خیلی هم انرژی میگیرم. به هر حال دوباره میگم منو با سابسکرایب کردن و لایک و کامنت گذاشتن خیلی خوشحال میکنی و انرژی خیلی زیادی به من میدین. پیشم سال نو رو بهتون تبریک میگم. انشالله که سال خوبی داشته باشید، همراه با توأم سلامتی و پر از خیر و برکت براتون باشه. روزای خوشی داشته باشید. حالا تا ویدیوی بعدی و ولاگ بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.